اتاق 104 چطور است؟ نفهمیدم. رنا در اتاق 105 است. اگه خواسته باشی امیال میتونم تو را در او اتاق روان کنم. حتی 2 دقیقه در بر نمیگیره. در ضمن شب و روز در کنار رنا بوده میتونی. من خود چیز نگفتم، فقط گفتم اگه خوب است مرخص شوه. بالاخره او وظیفه داره، یک مسلک داره. برش دل نمیسوزانی؟ دانی منزل نبود؟ تو با ما دل نمیسوزانی ها؟ میخوای مانع طرفی ما شوی ها؟ بسیار وقت کم با طرفی ما مونده. آقا قدرت، من میخوایم این موضوع بسته شود. میخوای دخترشم برش بدم ها؟ اگه شکایت کنن او وقت مرا از اردو اخراج میکنن، مدالای مرا میگیرن. تمام گروه های شروعی مرا مسخره خواد کردن. با این کار خوش میشی ها؟ با این کار خوش میشی؟ رنا جزای تمام این کارهای خود خواد دید. رنا را حتما جزا میتم. جزا میتم، فهمیدی؟ جزا میتم، جزا میتم خانم. درست است، درست است. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. خدایا او آدم چی شد؟ خدا لعنتش کنه. از ما دور باشین. من دوا نمیخوایم. نخیر نخیر نخیر، با خبر با من دست نزنین. اعلام کنین. آرام باشین رنا لطفا، آرام باشین لطفا. زیاد سر صدا نکنین خانم. آرام باشین. من مریض نیستم، اعلام کنین. راحت باشین. اعلام کنین. براتون گفتم. راحت باشین خانم. من مریض نیستم، اعلام کنین. خلاص خانم، آرام باشین. من دست نزنین. من مریض نیستم، باور کنین. اعلام کنین. آرام باشین خانم، راحت باشین. خلاص شد. مریض نیستم، من مریض نیستم. آرام باشین. اینه خلاص شد خانم، خلاص شد. اعلام کنین. من دختر دارم، من دختر خودم میپالم. دختره با هر قیمتی که میشه او را برسان. اگر لازم شد شب پیش دانشگاه سپری کن. این بسیار مهم است. او را حتما به رنا برسان دختره و تو عذر میکنم. این آخرین وصیت ما به تو است. درست است کاکا ابراهیم، حتما میرسه. خواهر همراه ما گپ زدی؟ نه خیر کدام گپ نیست. تا شفاخانه چقدر را مونده؟ کم مونده، حالا میرسیم.
با درخواست یک دکتر نمیشه. با مشوره دکترهای دیگه ضرورت داریم. وقت شما رو نمیگیریم. اگه خواسته باشین فردا تشریف بیارین. مهم نیست، منتظر می باشم. باید هر چیز زودتر گزارش با دست بیارم. فهمیدین که چی گفتم؟ بیبی دخترم تمثیل میکنه که حافظه خود از دست داده. پیش دکتر بردمش گفت چیزی نشده. هوش کنی فریب نخوری. دوباره زندانی میشه؟ امروز با محکمه انتقالش میتیم. قاضی تصمیم میگیره. چندین ماه زندانی بود. حداقل اجازه بدین بر 5 دقیقه ببینمش. صدقه چه و میشه برم بگویی که جرم ما چی از بگونه؟ چه باش یلماز چه باش. خداوند روز مرا به سرت بیاره. اگه تو به من شفقام بگویی طرفت سایل میکنم، دیوانم بگویی طرفت سایل میکنم، حتی اگه نریمانم صدا کنی بازم طرفت سایل میکنم. من نام خدا نمیفهمم. خیرت است؟ دخترش با دیدارش آمدن. عامر جان این دختر تو است. ماشاءالله بسیار مقبول است. ماشاءالله خداوند حفظش کنه. ماشاءالله ماشاءالله. فقط 5 دقیقه وقت داره. مستم بابا تمثیل نکن. مارچه زرد اگه تمثیل نکنم خیلی چی کنم؟ باید یک رقم از اینجا بیرون شوم دختر. با گفتن یا می آمدیم که دیگر لازم نیست بترسی. حال پشتیبان بزرگ داری. چطور یعنی دختر؟ ایلیف همراه بچه جنرال سنجر عروسی کرد. ای خدا راست میگی دختر؟ بعد از این خساره قماندان استی پدر جان. زنده باد زنده باد. با یک زنگش تو را آزاد میکنن. آفرین به تو دختر. آفرین بازم آفرین. بیا که ببوسم تو دختر خودم هستی. مثل خودم با عقل هستی. آفرین به تو. صدقه چوب صدقه چوب. بخیزن خانم، امیال وقتش هست. وقت ملاقات است. شت. خانم گفتم بخیزن عجله کنیم. مرا نجات بده. برای دوا دادن؟ پس در این وضعیت چطور میتونی از اینجا بری؟ چک در جیب من. چک؟ او را بگی لطفاً با ما کمک کن. مرا نجات بده. من همه قدر میتونستم. دروازه باز است. بعد از ایش مربوط خودت میشه. صبر کن. من دیگه میرم. نرو صبر کن. نرو صبر کن. نرو. گزارش آماده است. از شما خواهش میکنم که امضا کنید. دیدین گزارشه که میگفتین مشکل است در چند دقیقه حل شد. فقط چند امضا جمع کنین. ای چی است؟ تایید میکنین که در خارج از کشور مسئولیت مریض شما به دوش میگیره. خوب است. بیا از کاری که مسئولیتش ندارم دست نمیزنم دکتر. بفرمایید. حالا دیگه با ما اجازه بدین که بریم. با دیدن خانم رنا میرین همونطور؟ البته خانم ایجا امروز به خاطر دیدن رنا آمدم. اما به خاطر که تحمل دیدن او وضعیتش نداره بهتر است که ما به تنهایی با دیدنش برم. بله البته بسیار جگرخون میشم. خوب است. کسی را روان میکنم که شما را همراهی کنه. بسیار خوب است. بفرمایید. میشه کمی سرعت بگیریم بیادر؟ درست است خواهر.
اوه خدا، این راه خو بند است. چطور امکان داره؟ حالا من چی خواهد کردم؟ به شفاخانه چطور برو؟ صبر کن خواهر، از دیگر را میریم. اوه خدا، از طول ما ایران بند است. اوه خدایا، حالا چطور کنم؟ خودت برام کمک کن خدایا، من حالا چی کنم؟ یک کار کنین خواهر، از اینا پایین شوین، مستقیم برین، شفاخانه را پیدا میکنین. نزدیک به اینجا است. نزدیکه؟ بله نزدیک است، زود پیداش میکنین. بفرمایید. زنده باشی خواهر. روز خوش. تشویش نکن خواهر، در هر کار یک خیر نهفته است. انشالله. تو در موتر منتظر ما باش. چند دقیقه بعد ما میاییم. دکتر صاحب، میخوایم امرای خواهر خود به تنهایی گپ بزنم، درست است؟ چی شده؟ رنا کجاست؟ آرام باشن، حالا پیدا میشن.
خانم محترم معذرت میخوایم، ببخشید، بسیار معذرت میخوایم. رنا؟ این چه قسم به مسئولیتی است ها؟ این شفاخانه از خود مسئول نداره؟ کسی نیست که با ما حساب بده؟ نیبا ما اینا رفتن و نیبانان خوردن. خوب است، پس فرار کرده ها؟ در این روز روشن از پیشتان فرار کرده بسیار براتان شرم است. درست است. دکتر، اگر پیدایش نتانستین دستتان از این شفاخانه بشوین. رنا همراه ما بیا. به این وضعیت هیچ جای رفتن نمیتونی. مسئول وضعیت ما فقط تو هستی. دختر ما برم ندادی. همراه ما بیا رنا. الهیم که من اینجا دیوانه میشم. طرف ما ببین، فهمیدن که فرار کردی. بیادرت داخل است. تو را ترسانده دیگه از اونها ترس. لطفاً فقط برای 5 دقیقه برام اجازه بدین. ایره دادن خواهر جان اجازه دادن نمیتونم، وقت ملاقات تمام. لطفاً بیادر برام کمک کنین، ازتون خواهش میکنم. فعلا وضعیت اضطراری است، مریض فرار کرده. تو منتظر باش، چند دقیقه بعد برات اجازه میتونم. درست است؟ بسیار زیاد تشکر. خداوند ازتان راضی باشه. امکان نداره از اینجا فرار کنی. در کل جای تو را میبالن رنا. پس تو برام کمک کن. اگه خواسته باشی میتونی. کمدگان برای تاب بزن. خواهرم پیش شما امانت بود. هیچ کدامتان متوجه یک مریض بودن نتانستین، براتان شرم است. قدرت چند دقیقه پیش پیچکاری بیهوشی شده. در این وضعیت امکان نداره که فرار کرده بتونه. پس کی برش کمک کرده؟ در داخل شفاخانه کدام خائن است، میفهمین یا نه؟ پیدا میشه، محافظین کجای میپالن. با پالیدن نمیشه دکتر. راه های خروجی را بسته کنین، تمام مردم را جمع کنین. خواهر ما هر چیز زودتر برام پیدا کنین. عجله کن رنا، تحمل کن. کم مانده جانم. کاکا جان، داخل شدن و بیرون شدن ممنوع. مادر داخل مریض داریم بچه. چرا میبخشید، شما گفتین چند دقیقه بعد اجازه میدین. اما خواهر جان تا هنوز مریض پیدا نشده. درست از دروازه را بسته میکنیم. حالا باید از دروازه دور شویم. خواهش میکنم دور شویم. خواهش میکنم دور شویم. لطفاً از اینجا برین. اینجا را بیرو بار نسازین. ما مشکل ایجاد نکنین. برین دیگه. اینجا را بیرو بار نسازین. لطفاً دور برین. هلا. رنا تحمل کن. کم مانده جانم. تحمل کن. درست است. کم مانده. درست است. عجله کن. خانم محترم باید منتظر باشین. ورود و خروج ممنوع است. چرا؟ ممنوع است خانم محترم.
ما باید زود خانه بریم. خواهرم مریض از دوایش در خانه است. لطفاً. خانم رنا لطفاً برایش اجازه بدین. نمیبینین که ساعت خانم خوب نیست؟ تحمل کن رنا جان، کم مانده. بیبی بیرون شدیم. کم دگام تحمل کن لطفاً. بیرون شدیم جانم، تحمل کن رنا. رنا بیبی ای پولا بیگی و ده یک تاکسی بشی. خوش کنی خانه نری رنا. لطفاً خانه نری، درست است؟ قدرت چیزی نپرس. رانا فرار کرده. کسی که برش کمک کرده او را از بین میبرم. خانم رنا کمک کنه، یک کسی کمک کنه. کمک نخواه، مرا از اینجا ببر، نجاتم بده. بیا اینجا میشینیم. بشین جانم. اما میرم که تاکسی بخوایم، درست است؟ استاد کو صبر کو. تو در بیرون نبودی ها؟ چطور ندیدی؟ من حتی خبر نداشتم که رنا فرار کرده. او رنا سمتو نیست؟ توقف کن عجله کن. رنا حالا بلند شو. با من دست نزن. در موتر سوار شو، عجله کن. کمک کنین، مرا اختطاف میکنن. کمک و چی رسایل داری؟ کمکم کنین، اختطافم میکنن. در داخل مریض دارم، او را گرفته خانه میری. اینجا توقف کن. درست از مهمیال او را میارم. دروغ گوی، تو برش گفتی اما تو نیست. ای چی میگه؟ هیچ نمیفهمه که چی میگه. منتظر چی هستی؟ بیا کمک کن. بلندش کن.
عجله کنین زود شوین زود موتر سیاره تعقیب کنی. احمق فکر کردی از ما فرار کردن میتونی ها؟ آقا قدرت رنا را در این حالت کجا میبریم ها؟ معلوم از خانه تا وقت پروازش رن باید در خانه باشم اردویتون از خانه بیرون شده نمیتونین متوجه اردویتون میباشم خواهر شما صاحب او موتر میشناسین؟ چرا پرسیدین؟ به خاطر که موتر نظامی است از او خاطر گفتم. مرا الا کنن موتر توقف بده موتر توقف بده الهیم کن نمیخوایم به خانه تو برم الهیم کنه رنا الهیم کنه آرام باش لطفا آرام باش رنا قرار بود به ما کمک کنی ترسو ای چی گفت؟ به ما باور کو این نمیفهمه که چی میگه ای به هوش نیست قدرت نه که تو برش کمک کردی؟ نه خیر قدرت ما کمک نکردی حقیقت برام بگو این کار تو است رنا خدا پایین انداخت استاد کن گفتم استاد کن استاد کن رنا پنج دقیقه منتظر باشین او را گرفتم نه خیر خواهر جان مرا در درد سر ننداز تو هیچ وجدان نداری شاید کدام بلای سرش آمده با باشه من چی خواهر تابلوی تا بگی و برو عجله کو او را زود پیدا کن با چشم جنرال صاحب استاد شو صبر کو لطفا صبر کو قدرت کجا میری؟ به عقلم اینجا منتظر باش کمک
او طرف نبود جنرال صاحب. درست از طرف بالا رو با پال عجله کن که فرار نکنه. خانم گوش شو. داشت جنرال صاحب. خانم رنا، خانم رنا، خانم رنا شما کجا هستید؟ خانم رنا، کسی نیست؟ کمک! غرق میشم، کمکم کنین لطفا، غرق میشم. کسی اینجا نیست؟ کمکم کنین، کمکم کنین. رانا بیادر من اینجا سم. دست بده بیادر، من غرق میشم. بیادر نجاتم بده. دست ما بگی. رانا قبلا هم در گدال بند مانده بودی و نجات داده بودم. ای بارم قصدن ای کار کردی اما تو نیست؟ بیادر تو چی میگی؟ نجاتم بده لطفا، مرا نجات بده. دستت بر ما بده لطفا بیادر جان. ای بار نمیشه رانا. با ای راز در امینجا دفن میشی رانا. از توام، از دخترتم، از ابراهیمم نجات پیدا میکنم. از کل تو نجات پیدا میکنم. تو این کار کردن نمیتونی بیادر کجا میری؟ نرو بیادر، خواهش میکنم نرو، مرا نجات بده. بیادر نرو، بیادر کمکم کن بیادر. خانم رنا، الی دستتان بده، نجاتم بده لطفا، دستتان بده. بگیر. دست من محکم بگیر. درست است. کمکم کن، نجاتم بده. خانم رنا، دستتان بده لطفا، پیش بیایید. کشم کن. الا نکن، میکنی الایم نکنی. یک بار حل پیدا کن، مرا نجات بده. صبر کنین خانم رنا، صبر کنین. میشم، نجاتم بده خانم رنا. چی شد؟ رنا را پیدا کردی؟ نه خیر، جنرال صاحب مو طرف رفتن.
چی شد؟ او را پیدا کردی؟ کل جای را دیدیم نیست حتما فرار کردن برین در موتر سوار شوین عجله کنین از این محکم بگیرید کش کن کشم کن الایم نکنی کش کن کش کنی الا نکنی خانم رنا این قسم نمیشه برو کمک بخوای یک کس را پیدا کن عجله کن نمیشه اگه شما را این جوانم غرق میشه دست ما بگیره خانم رنا محکم بگیره در دست خود محکم بگیره کش کن رنا را پیدا کردی؟ باید از تو بپرسم منظورت نفهمیدم منظورم این است که تو رنا را فرار دادی ها؟ چطور این کار کردی؟ ها؟ چطور این کار کردی؟ مجبور بودم چطور این کار کردی؟ چطور تانستی با ما خیانت کنی؟ من کار درست انجام دادم خوب پس کار درست انجام دادی و ما کار درست انجام دادم تا امروز ناحق عذاب وجدان میکشیدیم منظورت چی است ها؟ در زندگی ما کس دیگه است دروغ میگی چرا متعجب شدی؟ ها؟ چطور تو را تحمل میکردم؟ چطور میتونستم یک خانم احمق بدقواره را تحمل کنم؟ اما آخرین کار تو مرا بسیار متعجب ساخت خیانت جرأت میخوایم من زندگی خدا فدای تو کردم در جای درست سرمایه گذاری کردی خانم جنرال شدی اما میفهمی من در تجارت ضرر کردم به خاطر تو اقدر ذلیل و شرمنده شدم خانم قدر نشناس زود از اینجا گم شدم میری کلتان جزای خودم میبینین ام رنا و ام تو مادر
مادر جان چی شده؟ پدرم برتن چی گفت؟ من سزاوار این نیستم. هرچی او گفت من انجام دادم همیشه، اما من راحت نمیشینم. خواهرش پیدا میکنم و این رازه برش میگم. قماندان مشنوید؟ بفرمایید جنرال صاحب. کدام پیشرفت است؟ از خندق فقط یک سرپایی پیدا کردیم. جسد؟ تا هنوز چیزی پیدا نشده. درست است. شما به جستجوی خود ادامه بدین. ما به قریه دیگه میریم. مطلب گرفته شد جنرال صاحب. قماندان صاحب، در جستجوی مایی را پیدا کردیم. هولیا خواهرت بخواه. خواهرم بیرون رفته. کجا رفت؟ به دانشگاه رفت؟ نه خیر، او تابلو شکسته را گرفته بیرون شد. هرچی برش گفتم که ارزش خفه شدن بینشون ما را ندارم. ما پس رفتم؟ بله رفت. خدا بفهمه که تابلوی چی است. فقط کدام خزانه پنهان است. کدام خانم به نام رناده شفاخانه بستر است. گفت پیشون میره. قماندان صاحب، بر ما چی دستور میتین؟ شما به جستجویتان ادامه بدین. جنرال صاحب فکر میکنم خانم رعنا را پیدا کردن. عجله کنین، در موتر را سوار شوین. خواهر تمام روز کجا بودی؟ خانه گرد اومده است. بان بیاد من خودم پاکش میکنم. هولیا کجا میری؟ بله؟ هولیا تلفن به خواهرت بده. اگه باشه که بتم. میخوای چی بگویی؟ از وقتی که آمده 10 اولیس. هر دقیقه به پس خانه رفت آمد داره. آلام اونجاست. به تو چیزی گفت؟ شفاخانه خونه رفته. من نمیفهمم که رفته یا نه، اما میفهمم که جای دیگر رفته. تمام لباسش گل پر بود. تو کجاستی؟ به خانه می؟ به ایلیف بگو منتظر ما باشه، جایی نره. چند دقیقه بعد میرسم. جنرال صاحب از رنا کدام خبر دارین؟ معلوم دار بود که خبر خوش نمیارین. جنرال صاحب غلط درک کردین. از یک خندق یک جسد پیدا کردیم، یک سرپایی هم پیدا کردیم. آخرین بار خانم رعنا در قریه کاراکر دیده شده. یعنی زنده است؟ در ضمن یک شخص دیگه همراهش بوده. یک خانم، لباسهای اردویشون گلپور بوده. مردم قریه در یک موتر رهگذر شانده روانشان کرده. هر چی زودتر اون موتر را پیدا کنین. با چشم جنرال.
بسیار تب دارین. نمیخواین برم از اینجا؟ به این حالت شما را اجازه نمیتون برین. یادرم مرا از بین میبره. ما باید از اینجا فرار کنم. تشویش نکنین، ما همه چیز دیدم. شما را اینجا پنهان میکنم. در اینجا محفوظ هستین. اما تو در خطر هستی. خداوند مرا به خاطر نجات شما وسیله ساخته. هر چیز از دستم بیایه انجام میدم. مقصد شما خوب شوین خانم رنا. خواهر تو در داخل هستی؟ خواهر در داخل هستی؟ دروازه را باز کن. آی تو برو چند دقیقه بعد من میایم. آی درست است، من غذا را آماده میکنم. زود بیایی. شما دوا بخورین، من زود پس میایم. خنک میخورم. یک کاری کو. زیاد خنک میخورم. پس من میرم یک کمپل گرفته میارم، درست است؟ نرو. مرا تنها نمان. حالا بهتر شدین. من یک دختر دارم، هم سن تو هست. نامش چی است؟ نمیفهمم، اما منتظرم هست. او را پیدا میکنم، با آغوش میگیرمش. دیگه تنها نمیمانمش. محترم استاد کردن. دیدم که او زن باوش نیست. دیدم مردوشان پریشان بودن. به خاطر انسانیت کمکشان کردم. امرایش کی بود؟ در بین خود گپ نزدن؟ نمیفهمم جنرال صاحب. یک دختر جوان بود. فکر کنم گفت رنا هستم. دیگه کدام چیز نگفت. یعنی یکی دیگر را میشناختن؟ امکان داره در این باره با هم دیگه گپ نزده باشن. صبر کو استاد کو، صبر کو. چهره و دختر بیاد داری؟ نه خیر جنرال صاحب، بیاد ندارم. بیاز لباساش کثیف بود آقا. اگه ببینمشم متاسفانه شاید نشناسمش. خب تا کجا بردیشان؟ فکر میکنم قریه هواشا بود. اونجا را پیدا کده میتونی؟ سر سرک پایین شدن. ای که کجا رفتن هیچ نمیفهمم. جنرال شنیدین؟ تمام قریه را تحت نظارت میگیرین. تمام خانه را دانه دانه میپالین، فهمیده شد؟ با چشم جنرال صاحب.
خواهر کلیده داخل پنهان کردی. هیچ کس پنهان نکردیم. دروغ میگی. کلیده به من بده. آی با تو چی؟ چرا در هر کار مداخله میکنی؟ گفتم کلیده بده. گفتم بس از دیگه مداخله نکن. رابطی با ما. گفتم به تو مربوط نمیشه هولیا. الیف اینجا چی گپ است؟ کی است داخل؟ ماما میره میپرسم. خانم رناست؟ او را اینجا آوردی؟ دنیز لطفاً کلید به ما بده. تمام اوضاع خانم پالانی را میفهمی؟ متوجه هستی که بچی درد سر ما را گرفتار ساختی؟ چرا این کار کردی الیف؟ بله بله خدا جان شما کی هستین؟ بسیار بد است. یلماز هستم یلماز و پدر الیف ما قدرتو هستم. کی از جنرال؟ مهم نیست جنرال صاحب. چطور مهم نیست خدا جان؟ تمام ترکیه تکان خورده اما تو میگی مهم نیست؟ خب بشنو من از زندان هستم. کی وقت به دیدنم میایی؟ البته یک روز پیشتون میاییم. چی وقت میایی بگو که منتظر باشم. فعلا مصروف هستم بعدن باز گپ میزنیم. درست است خدا جان درست است. تو ای تشویش نکو من خودم پیشت میایم. خدا حافظ خدا جان خدا حافظ. چی گپ از بیادر یک دقیقه نمیمونین با خود گپ بزنم. توبه او جنرال است جانم جنرال است باز خواد دیده. چی شده جنرال کدام مشکل دارین؟ نه خیر جنرال صاحب مهم نیست. تازه از شفاخانه مرخص شدین دوستا به خاطر صحتتان میپرسن. وطن خدمت میخواه جنرال. با هر صورت یک باری کار ختم شود باز چند روز به رخصتی برین. شما را کی اینجا آورد؟ تا پیش خانه رساند؟ نخیر متوجه این موضوع نشدم. سر سرک پایین شدیم کسی ندید. تحقیقات جریان داره. حتما اون نفر پیدا میکنن. اگه سرکنشان به تبا میشه میلیف. همیاله باید خانم رنا را از اینجا بیرون کنه. صبر کن او باهوش نیست. میخوای کجا ببریش؟ به خانهش به حوزه هر جایی که شوه اما از اینجا باید بیرون شوه. دنیز این کار نکن. آی خواهر تو عقلت از دست دادی. بیادرش خواسته کوره بکشد تو امور دیدی. تو را زنده نمیمونه. به گپ شوهرت گوش بدی. الیف لطفا اگه خانم رنا را از اینجا پیدا کنن ما تبا میشیم. درست است بیرون میکنیم اما میفهمین چی میشه؟ اگه خانم رنا را بیادرش از بین ببره این بار مقصر ما میشیم. بیبی الیف تو حال برش کمک کردی. بعد از این تو و نیم ما برش کمک نمیتونیم. هر چی زودتر باید دو خانم از اینجا بیرون کنیم. دنیز وضعیتش بدتر شده. الیف دیگه چاره نیست باید از اینجا ببریمش. حالا دستش بگی. صبر کن حداقل یک بار بیدارش کنم. خانم رنا لطفاً بیدار شوین. باید از اینجا برین اگه نه دستگیر میشین. تا همراهیم بیا. خانم رنا دنیز مام آمده. بیادر مام آمده. تشویش نکنین. ما به خاطر کمک به شما آمدیم. همه چیز میفهمم. در ما اعتماد کردن میتونین.
شما جاده روبرو را مسدود کنین. زود شوین. پیش برو حالا دیگه. جاده را مسدود کنین. عسکرا شما با خاطر شروع تلاشی منتظر امر ما باشید. امر دادم جنرال صاحب. دینیز وضعیتشان خوب نیست. درست راه رفتن میبینم، اما دیگه کار از دست ما ساخته نیست. پیش پلیس رفته همه چیزم میگیم. اردام کمک ما میکنه. بیبی تو هیچ چیز را ندیدی و نشونیدی، درست است؟ حال ادامه بده. عسکر امر کنین جنرال صاحب. چرا تو هنوز داخل نشدین؟ چرا تو هنوز تلاشی را شروع نکردین؟ جنرال سنجر گفت که منتظر امر ما باشین جنرال صاحب. ما امر میکنم تلاشی را شروع کنین. امرتان با جامعه جنرال صاحب. حالا دیگه تلفنت جواب بده دینیز. حالا دیگه بله؟ بله. الیف تو هستی؟ بله. دینیز خانه است؟ بله. عجله کو تلفن برش بده. عجله کو. فعلا کم مصروف است. پس برش بگو کمیال خانه را ترک کنه. رعنا کارهای میپالن. تمام خانه تلاشی میشن. عاجل بیرون شو از اونجا. عجله کو. عجله کو. بله. گپ ما فهمیدی چی گفتم؟ بسیار خوب فهمیدم. آله روانش میکنم. فهمیدم. آله بیرون شد. هیچ وقت خدا نخواد بخشیدم. الیف، من باید در بین تو و خانم رنا یکی را انتخاب کنم. البته که تو را انتخاب میکنم. اگه از او میپرسیدی او هم تو را انتخاب میکرد الیف، به خاطر که او اقبا جانب است. خدا در خطر نانداز. مرا الا کن، با من دل نسوزان. کجا بودن جنرال؟ یک تلفن عاجل برای ما آمده بود. فعلا وقت تلفن نیست. تلاشی شروع شده. سر کار خود برین. امرتان بجا میشه. لعنت یا چی شده دینیز؟ از کراز. من برات گفتم الیف، گفتم پیدایت میکنم. دینیز حالا چی کنیم؟ نمیفهمم، از یک راه دیگه میریم. ایره بیبی، ایرارم بسته کده.
از 4 طرف محاصره شده میلیف. خاطر جداییتان نقشه طولانی داشتم اما زود جدا شدین. او احمقم هم دست مجرماست. هولیا کمک و خانم رنا را پنهان میکنیم. کل چهارراه رو بسته کردن، نتونستیم که بیرون بریم. من از پشتتان دویده آمدم. شما رفته بودین، پدرتان زنگ زده بود گفت هرچی زودتر خانه رو ترک کنین که تلاشی میه. درست است، آرام باشین. هولیا به خواهر خود کمک کن. خانم رنا رو پنهان میکنه. نرودی نیست. الیف تشویش نکن. اجازه نمیتونم داخل خانه شوم. تو برو به هولیا کمک کن. خیرات از بچه. گزارش رسمی از خاله جان، به دنبال یک شخص میگرده. بچه با من چه ارتباط داره؟ میخوایم خانه را تلاشی کنیم. داخل شوین. ببینین خاله جان، در جستجوی یک شخص هستیم که بسیار مهم است. خواهر جنرال اردو است. اگه چیزی دیدین یا شنیدین برای ما بگوین. چیزی نمیفهمم بچه. اما از خانه بیرون نمیشم. راستی نزدیک شام یک دختر از پیش خانه تر شد. همراهش یک خانم بود. فکر میکنم خانم مریض بود، با مشکل را میرفت بچه. شام بخیر جنرال صاحب. دنیس اینجا چی میکنی؟ جنرال سنجر ازم خواستن تمام در تلاشی اشتراک کنم. او طرف رفتن. با اجازه تان جنرال صاحب. دنیس با جنرال گفتم هر کسی که رنا را دید پیش ما بیارم. اول ما امروز گپ میزنم، فهمیده شد؟ بچشم جنرال صاحب. دینیز گفت ایره پنهان کنین، اما ما ایره پیش چشم ما ماندیم. وقتی داخل شون اول ایره میبینن. چطور کنیم هولیا؟ دیگه جای نیست. چه؟ تو دیوانه شدی احمق؟ دا اونجا میموره. بموره؟ اگه ما دستگیر شویم چی؟ گپای ناق ناق نزن. دینیز چی گفت؟ اجازه نمیته وارد این خانه شود. جنرال صاحب. دینیس تو اینجا چی میکنی؟ من برات نگفتم که برو؟ خانم رنا به خانه ما تلاشی رو توقف بدین. حالا بسیار دیر شده. من میرم اونا را مصروف هولیا گپ ناق نزن. چی پس چی کنم؟ یک دقیقه صبر کن. مرا به اونا تسلیم نکن.
در داخل کس نیست دگروال صاحب. حویلی را میبینیم. پس داخل شوین. دروازه را باز نمیکنه جنرال صاحب. حویلی را میبینیم. پس حتما خانه نیستن. امر جنرال صاحب قدرت است. گفتن اگه خانه خالی باشه هم تلاشی کنید. چی کنیم جنرال صاحب؟ نکنیم پدر. شما طرف راست برید. بچشم جنرال صاحب. شما می طرف بگردید. بچشم جنرال صاحب. شما چی میکنین پدر؟ چند بار برات هشدار دادم اما مثل همیشه به گپایم گوش ندادی. شما کجا بودین؟ زیاد تک تک کردیم، چرا باز نکردین؟ وقتی شنیدیم باز کردیم آمر صاحب. این دخترم را چه نسبت داره؟ خواهرم است. این دختر اینجا چی میکنه؟ پدر تو گپ نزن، مداخله نکن. گوش کنی نام دنیزه به زبان نیاری. این جرمه تو به عهده میگیری. الیف کار درست انجام داد. هر جزایی که میتین راضی هستم، به خاطر که همه چیز دیدم. جنرال قدرت خواست خانم رنا را از بین ببرم. حالا اگه مرام بکشن جایش نمیگم. با پالین پیدا کنیم. در داخل کس نیست جنرال صاحب، فقط اینجا مانده. در اینجا کسی نیست جنرال صاحب. جنرال صاحب فهرست ساکنین از قریه دار گرفتیم. پس تو مرا تعقیب کردی ها؟ خانم رنا کجاست الیف؟ قدرت کارای دختر داخل بره.
کمک کنم جنرال صاحب. شما بیرون برین، ما امروز به تنهایی گپ میزنم. اما جنرال صاحب بیرون شوین جنرال. با چشم جنرال صاحب. پدر چرا اونا رو تنها ماندین؟ خون سرد باش، کمی به خود بیا. در کدام خانه کدام قطعه عکس است؟ عکسم نیست اما لباس نظامیم هست. اینجا امرای کی زندگی میکنی؟ همراه خواهرم. خواهرت لباس مردانه میپوشه ها؟ از اتاق ما بیرون چرا نمیبینین؟ این اتاق خوابم است. باز خدا با شرفم میگیرین. با هر صورت موضوع ما این نیست. رنا کجاست؟ ما را تعقیب کردی ها؟ چرا این کار کردی دختر؟ جواب بده. رنا کجاست؟ چند دقیقه پیش خانه را تلاشی کردن او را پیدا نکردن. گفتم نیست. از شفاخانه با تاکسی آمدی، ما را تعقیب کردی، از مردم قریه کمک خواستی، راننده شما را اینجا آورده. او اینجا نیست. گفتی خانه را تلاشی کردن اما ترس؟ او چطور؟ از خانه ما بیرون چاین مرا راحت بانید. اینجا کسی نیست نمیبینین؟ جنرال اسکرا را بیارین. امرتان بجا میشه، عجله کنین. سر چا را باز کنین. رنا شاید داخل چا باشه. شما چی میگین؟ کلان زنده داخل چی کنم؟ چیزی نیست جنرال صاحب. این دختر را ببرین. جنرال صاحب شما هم دیدین خانم رنا اینجا نیست. فکر میکنم چیز را نمیفهمم. نه خیر میفهمم. همه چیز دیدم. ایران به همه میگم. دختر احمد میگم من میخواستم رنا را از بین ببرم. شنیدی جنرال صاحب بسیار یک داستان جالب است. ای را ببرین. صبر کنید. شما این کارا کردن نمیتونین. ما کارو نکنیم. Dalımdan alsa savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa dünya bir yangına dönse kavursa bile dursa
Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misali bu sebebi halimi, dimdik dursam General Saib, شما امرای ما بین. با چشم جنرال صاحب. قدرتکارای امرای کسی شوخی نداره، هر چی زودتر خواهرش تسلیم کنه. پدر، الیف به تو امانت است. اول فکری الیف هستی، رنا کارایی پیدا کن. خانم رنا کجاست؟ به خانه انتقالش دادیم. بیدار شدیم. ما چطور اینجا آمدیم؟ من شما رو اینجا آوردم. الیف کجاست؟ الیف به خاطر تسلیم نکردن شما زندانی شد. فعلا در نظارت خانه است. خب تو چرا برش کمک کردی ها؟ خانم رنا، الیف خانومم است. مخفی ازدواج کردیم.
هیچ باورم نمیشه. تا زمانی که جنرال قدرت شما را پیدا نکنه او را رها نمیکنه. او چرا خدا به خاطر من در خطر انداخت؟ من هیچ نمیفهمم. به خاطر این تابلو کاکا ابراهیم ازش خواسته تایی را به شما بدم. از همین خاطر به شفاخانه آمده بود. در داخل تابلو نام وکیل ابراهیم است. از شما خواسته او را حتما بخوانید. حالا ما باید برم خانم. اگه شما خواسته باشین رفته میتونین، یا برگشته خانم من نجات داده میتونین. پس تو تصمیم داری که چیز نگویی. واقعا قانع شدم که تو ای چیز را نمیفهمی. دازم به خاطر کمکی که به ما انجام دادی تشکر. بخیر بریم. خانم رنا، او را راحت میمانین هموتون نیست. ما امروی او کدام مشکل ندارم. رنا را بسیار زیاد دوست دارم. او خواهرم است. و تو هنوزم به او داستان باور داری هموتو نیست؟ اما میفهمی او تو یک چیز نیست. ای را باید به خاطر خوبیت قبول کنی. حالا گم شو. گم شو. هم ای تابلو و هم کسی که ای را به تو میاره، هر دوش اثر ما و تو است. الیف دختر ماست. او را با آغوش بگی مرا ببخش ابراهیم. او در اینجا چی میکنه؟ او دختر منتظر کی است؟ از شرکت پاککاری آمده. نه خیر آقا، ما پیش جنرال قدرت آمدیم. طرف ما بی صبر کو.
بفرمایید. تو با جنرال قدرت چی رابطه‌ای داری؟ ما با قسم یک آدم هیچ رابطه‌ای ندارم. ما به خاطر ثبت نام اومدیم. پس ثبت نام کن. راستش مشکل اصلی ما عکس هست. من نمیخوایم چادر خدا پس کنم، اما باید ثبت نام کنم. خب از ما چی میخوایی؟ فکر کردم شاید شما همراهیم کمک کرده بتونید. خواستم عذر خدا براتون بگویم. اگه با دختر شما همه قسم رفتار میشد جگرخون نمیشدید. اگه اینقدر درد میکشید جگرخون نمیشدید. ما دختر ندارم، اما اگه میداشتم مطمئن باش که مثل تو نمی بود. این چطور امکان داره؟ بیبی دخترم، تو قربانی خانواده هستی. تو در اون خانواده درست تربیه نشدی. اگر در یک خانواده دیگه می بودی باز حتما یک مادر خوب می داشتی، اما مادر تو خب زنده نیست. مادر من هیچ چیز نگوین، مرد درست تربیه کرد. خواهش میکنم اونا خانواده نیست. خدای من دختر من بی تربیه کن. تو انتقام میگیری ها؟ حال خواهد دیدی. شما چی بگین انتقام چی؟ شمال میزن و پایه افتاده برم عذر خواهد کرده. هیچ کاری نکردی. از ما فرار کرده نمیتونی. این دانشگاه را برای جهنم میسازم. هیچ وقت دکتر شده نمیتونی. هیچ وقت. خدایا من چی کردم؟ من چی کردم؟ خانم من کجاست؟ من از تو میپرسم رنا کارای کجاست؟ تو این کارا بازی چه فکر کردی؟ البته که نخیر. قصداً میخواست خواهر خود از بین ببر. با تو چی؟ چرا به من چی؟ خانم من به خاطر او زندانی است. تو چرا به رنا کارای کمک میکنی؟ اگر تحقیق کنن بفهمن تو متهم میشی میفهمی یا نه؟ بانن که بفهمن من از هیچ چیزی نمیترسم. کسی که بین من و خانمم تفرقه بندازه دنیا را سرش جهنم میسازه. برو موبایلتو جواب بده. عجله کن. بله. دنیس بیلیف؟ گفتم چیزی نمیفهمم رهایم کردن. حال کجا میری؟ خانه میرم. درست است. تو خانه برو، ما آمده در خانه گپ میزنیم. خوب خواستی نه؟ من خوب است مرا چیزی نشده.
خانم رنا چطور است؟ او هم خوب است. امانتش برش دادم. تو را بسیار زیاد دوست دارم. من تو را زیاد دوست دارم عزیزم. چی شد؟ آزادش کردن. کجا میری؟ دیگه کجا میرم؟ خانه خود میرم. رناکارای؟ و جستجوی خود ادامه بتیم. دینیس! آقا قدرت بردم زنگ است. کی است؟ خانم رنا. بله. پس تصمیمت گرفتی که بازی را خاتمه بدی ها؟ باید با هم گپ بزنیم. رنا تو واقعا مریض هستی. از گفتن گپای تکراری تو خسته شدی. این بار درباره موضوع جدید صحبت میکنیم بیادر. مثلا درباره دخترم، درباره الیف. اگه جرأتش داری بیا. ای کار تو است ها؟ تو اما چیز برش گفتی ها؟ کاش که من برش میگفتم. بسیار خوب شد که فهمید. رنا جزایی کارت برات خواهد داد. الهیمکو چی میکنی؟ الهیمکو گفتم الهیمکو چی میکنی؟ الهیمکو قدرت. آقا قدرت شما چی میکنید؟ با تو مربوط نمیشم. برو وسایلش جمع کن. عجله کن. با همه میگم که با تفریح رفته. نمیخوام دیگه چهره تو را ببینم. حالا دیگه بخیر رنگ تکم کن. عجله کن. وسایلش برش بده. طرف ما چی سیل داری؟ برو با کار خود برس.
اصلا خیانت بعد از این خواد دیدی آقا قدرت. تو را از این کارت پشیمان نیست. الیف هولیا، الیف کجاست؟ الیف چی؟ تا هنوز نامده؟ دینیز بیادر تو خوب هستی؟ الیف خواستگرها بردن. رهاش کردن. چند دقیقه پیش با هم گپ زدیم، گفت خانه میرم. راستش تا هنوز خون آمده. مطمئن هستی که رهاش کردن؟ کمک! کمک کنین مرا از اینجا نجات بده. کمک! کمک کنین! من غرق بشم، کمکم کنین! الیف نیست پدر. با چیم تو چه قسم گپ میزنی؟ اینجا قرارگاه است، با خود بیا. الیف نیست پدر، حتما کدام مشکل براش پیش آمده. بس است دیگه، بس است. باور کن خسته شدم از دستت. وقتی نمیتونستی ازش محافظت کنی چرا ازدواج کردی؟ اگه مداخله نمیکردی من خانم خدا نجات میدادم، اما بگه پای تو گوش کردم، فهمیدم که اشتباه کردیم. کجا میری؟ همگی از حقیقت خبر میشن. صبر کن، من امر میکنم استاد باش. من امرایی باشه چی خواد کردم؟ بچم علیه دینی زایدین یک گزارش تهیه کن با دلیل سرکشی از امر و سوء استفاده از موقف خود با دیسیپلین معرفی میشه. عجله کن. کسی صدای من بشنوه؟ لطفاً کمک کنه. کسی مرا از اینجا نجات بده. کمک! کمک کنه! کمک! خانم رانا، بگو دنیز، الیف باز گم شده. منظورت نفهمیدم. بعد از آزاد شدن دوباره اختطافش کردن. دیگه حق انتخاب نداره، پنهان شدم نمیتونه. من خانم خدا صحیح و سلامت میخوایم. الیف کجاست؟ همراه او چی کردی؟ رهایش کردم رفت. بازم برام دروغ میگی؟ ایگا پا را برات کیاد میترانم؟ حالا دیگه کل چیزا میفهمم. ابراهیم ایرا روان کرده. الیف دختر ماست. تو چطور کارا کرده تانستی؟ طفل ما از آغوشم گرفته به کسی دیگه فرزندی دادی. شکر کو که از بین نبردیمش. اما ای کارم میکنم. ترام و دخترتم دیگر تحمل دردایتان ندارم. حال زیاد دیر شده.
برش گفتی نه؟ نه خیر. شاید هیچ وقت برش گفتن نتونم. شاید در مقابلش استاد شده نتونم بگویم دخترم است. نگفتنت به نفع شد، چون نمیخواستم شما اردو به هم برسید. ما با انسان مثل تو رابطه خونی داشته نمیتونم. اگه نشانی ایلیف برم نگویی باز همگی خبر میشن. اگه او را برم بتی خاموش می باشم. راضی هستم تا آخر عمر از دور طرفش سعی کنم. حتی در دانشگاه نمیخوایم نزدیک شوم. باور کو بیا در جا. باور داشته باش که به خاطر دخترم آماده هستم. هر کاری انجام بدم فقط نشانیشو بگو. کمکم کنی! کسی مرا از اینجا نجات بده! کسی کمکم کنه! کمک کنی! لطفاً کسی برام کمک کنه! کمک! کمکم کنی! کسی کمک! کمک! از اینجا مرا نجات بده! کسی صدای من میشنوه؟ دینیز تو کجا هستی؟ دینیز بیا نجاتم بده. دینیز کمک! خدایا خودت مرا نجات بده. کمکم کنید لطفا. دینیز؟ مادر باید برم، وقت ندارم. دینیز صبر کو بچه، میخوایم امرایت گپ بزنم لطفا. فعلا نمیخوایم گپ بزنم مادر جان. دینیز پدرت زنگ زده بود، تو را در دیسپلین معرفی کرده بچه. خوب کرده. هر کاری که از دستش ساخته است انجام بده، به خاطر که ما این کارا میکنم. دینیز بفرمایید. دینیز نشانه ایلیف پیدا کردم. در کجا است ایلیف؟ در خندق است، در جایی که من افتاده بودم. دخترم میماره، کمک کن دینیز. دینیز کجا میری؟ بچه خدایا خودت مرا از اینجا نجات بده. خدایا کمکم کنین، کسی صدای من بشنوه. کمک! اپریل سال 1398 رهبر جنرال قول اردو قدرت کارای در حوالی منطقه کارتال در شهر استانبول خانه ها را تلاشی کرده.
این کار او کاملا خلاف قوانین نظامی و ملی است. با احترام. میخوایم از این ویدیو چند نسخه برام بسازین. چند نسخه باشه خانم؟ برای فعلا 5 نسخه کافی است. درست است خانم. ایلیف کجاستی؟ Onlar yanlış sen değil. Gözlerini al yerden. خدایا خدایا خودت برام کمک کن. خدایا ازت خواهش میکنم. کمک. Utanacak gün değil. Gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek. خدایا Bu zulümde bitecek. خدایا خودت منو نجات Günler بده. gelecek. Gözlerini al yerden. Bu günlerde geçecek. Bu zulümde bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. خانم رنا ایلیف خدایا خدایا کمک. لطفا مرا نجات بده. Elif gibi dimdik dur. İsyanına zincir vur. من اینجاستم. خانم رنا ایلیف کجاست؟ باید از اینجا تیر شویم اما دروازه باز نمیشه. Bu günlerde geçecek. Bu zulümde bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. Elif! Elif! Bu günlerde geçecek. Bu zulümde bitecek. Güzel günler gelecek. Gözlerini al yerden. نه وقت آمده. زیاد دیر کردیم. او را پیدا کردیم. دختر خبر پیدا کن. اینجا چیزی هست. اینجا چیزی هست. غرق شد دخترم از بین رفت. ایلیف! 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 دخترم. خانم رنا اونجاست. خانم رنا یک صدا رو شنیدم. اون طرف ببینید. دنیس! همونجاست.
اینجاست. بیا دنیز. الیف. خانم رنا زنده است. دنیز. الیف. خانم رنا زنده است. الیف. زنده است. خدا رو شکر. الیف دخترم. الیف بیبی من در کنارت هستم. خدای هزار بار شکره. باید زود به شفاخانه ببرمش. بس است دیگه، به این دست نزن. من مادرش هستم. حالا به یادت آمد که دختر داری؟ تو حق نداری این کار همراهی مکنی. به الیف ضرر میرسونی. از این دور باش. حداقل تو درکم کن. من در این کار مقصر نیستم. تمامش کار بیادرم است. اگر میفهمیدم ترکش نمیکردم. خانم رنا، تا امروز را مرده فکر میکردیم. بعد از یام ادامه بتیم. مام همراهت میرم. ای دخترم است. خوش کنی پیش کشت دیگه ای قسم نگویی. اگر نه پشیمانت میسازم. خانم من راحت بان. اگر نه با من مقابل خود شدی. خانم را ناپنهان شوین.
از اینجا ببره. تو خانم رنا در قصه من نباشین، از اینجا بره. من بدون تو از اینجا نمیرم. خانم رنا باید برن. دنیس خانم رنا بره. خدای من. او را الا کو، هدف فرار میکنه. پیداشون کنیم. سرعت بگیر. سرعت بگیر. سرعت بگیر.